من محبت جوراєва از شهر خوجام. من از سنه 10 ایون سر کرده با یک گروه استقامت کنندگان شهر خوجام با همین آسایشگاه دکتر طاهری اومدیم. علاقه در دوام 3 روز سلامتی همین ما تغییر یافت، بهتر شدیم، خوبتر شدیم. برای آنکه اینجا یکمش آب و هواش خودش بینیم نقص و طبیعتش همچون جنت با آستگی پوتون شرشره رفته میستد. بینیم منظره های خوشروی همه جا کبوتی، همه جا خوشروی و کوهزو جای بینیم خوشروی زیبا. البته غذاهای همش سالم. خودی دکتر طاهری همراهی ما هر روز هر سحر با ما مشق گذراندن. مشق‌ها با سیستم دکتر طاهری در این مشق‌های نفس، مشق‌های برای من سوستان میگویم برای همین بغم‌های دست و پا همین ها باید مشق گذراندن بسیار نقص. من توصیه میکنم که در حقیقت چه که دکتر طاهری میگویند همه بیماری‌های ما از نادرست استعمال ماندنی غذا و اینچنین از ندانستن همین علمی خوراکی استعمال خوراکی درست میباشد. اینا بر همین آیدی همین چیز بسیار با ما تعلیم دادن. من به نهایت منتظر هستم این دکتر طاهری من 120 بدران تا دنیا بودن باشند. ما به نهایت نقص نگاه کردم و مسئولیت های خود دادن. سلام علیکم برادران عزیز. من رجب فجور مراد از ناحیه کتاب ولایت قشقدریا ریسپوبلیکای ازبکستان. اینجا 3 روز باز در آسایشگاه دکتر طاهری دم گرفتادگیم. نهایت همه خصوصیت هاش، همه جهت هاش به من معقول، آنچه با دارووارها شناس شدم. من بعد طبیب خودم میشوم گفته برعلا گفتم میتوانم، چون که از دکتر بسیار چیزهای در دوام 3 روز آموختیم. رستنی های شفا بخش در این مکان، در این منظره نهایت بسیار بودند. با همه آنها شناس شدیم. دیدم اکنون خانه برفته از آنها استفاده میبرم. برای سلامتی خودم کوشش میکنم. اینجا با هوایش، آفتابش، آبش نهایت زیبا بوده است، شفا بخش بوده است. جهت دیگرش انرژی میگیریم ما از کوههایش، از زمینش، از آبش، از هوایش انرژی نهایت بلند گرفتگیم. رحمت و دقتتان سلامت باشید. وزیر روی اشعار پنجکی نوحه روی شیر علی دیه نبا بود. من این 3 روز هست که من با نوحه عینی دیه پتخی و در آسایشگاه دکتر طاهری من استراحت میکنم. از اون روزی که ما اینجا اومدیم من از دخترها از خوجان، من مهمان از ازبکستان، من ما پنجکی همه تبابت های این دکتر برای پیشروی خودی انسان، برای سالم. من تصفیه میتیم که از کودک سرکرد تا پیر و جوان در این آسایشگاه دکتر طاهری اومده تبابت گیرند از باد و هوا، از طبیعت، از آب، از سخنهای دکتر طاهری. همه تصویر آموزان، همه ایست در دست خودتون. من میخواهم که همه شما به این آسایشگاه آمده تبابت گیرید. السلام علیکم همگیاران عزیز. من از شهر خوجند یوسف خیری میباشم. من با آسایشگاه تبابتگاه طاهری آمدم. من 3 روز میشد که در اینجا من دم میگیرم. بود و هواش تازه، آبش نست، همش طبیعی، از کوه میبرد. یخ با این نشت چشم میکنیم، بالا و پایان نگاه میکنیم. دو طرف به مرگت میتون میگن. یک چند نمودهای مشقای ما یاد دادستیم. همین درختان انرژی میتید برای ما. هر روز آمده ما درخت همین آبش گرفته. همه گپایی که نگاتیو ها هست، همون نگاتیو درخت از ما میگیرد
ما انرژیا میگیریم از درخت گپوی ناز میگوییم سلامتی عمومی میگوییم من سلامت من درست من ناز گفته همین و میکنیم با من رقص و اینجا خنده میکنیم هر خیلی خنده هایی میگویم رقص میکنیم اینجا جنبانده دستای مثل رقص میکنیم خوراکاش هم بهترین اینجا همش طبیعی گیاه کتی اینجا گیاهاش همش دورگی طبابتی همه بهترین همین جایو لیکن همه دکتر میدود من شخصا خودم یگان بانیسایی که نماند من نرفتم همه بانیسها من خورفته طبابت گرفتگی لیکن من یگان تاش من به فایده نکرد توشکنده و رفته آمدم چقدر پولم بسیار پولی یک خانه برفت لیکن من اونجا درست نشدم و نبرات و من یاد گرفتم خودم لازم همین خیر هر یک چیز خودی آدم با وابسته خودتون یک تا یاد گرفته همونه از همین حیات خودتون سونی یاد گرفته همینه و طبابت میکنید خودتون بود و هواش بهتر اینجا هر روز خسته ما اینجا سحر کتی مشق کده از آفتاب از زمین از درخت ها همینجا از آب و گیاه ها ما انرژی میگیریم بسیار خوبترین اینجا همه کی من معقول باشد همینجا بیایتون بهترین طبابتگاه در دنیا من این خیلی جای ندیدیم مرحمت من بسیار منتدار از همین انسانی خوبترین محمود دکتر طاهری کی همین انسان و من میخوام که همین عمری دراز صحت سلامتی اینا 150 و بران همین قدر اینا آدمی خاکسار بهترین کی این انسان اینا برای ما چقدر چیزای یاد دادستن شما هم آمده عیاشگی هاتون همین چیزا یاد گرفتم منم حاضر خدا خواهد همین چیزای یاد گرفته برای خودم همین های دوام میدهم فرزندانم بیام هم همینه تفسیر میکنم که همین هایم همشون صحت سلامت شده یگان بار هیچ کس کسل نشود آدمی همین خاکسار بهترین انسان هزارها بار رحمت